چه چیزهایی روزه را نمی شکند؟ 1. کسی که اشتباهاً چیزی را خورد یا نوشید. 2. کسی که استفراغ میکند بدون اختیار. 3. کسایی را که به اصطلاح جوانان شیطان غلط میده. روزش درست است، غسل بکند، روزش کاملا صحیح است، اشکالی نداره برش. 4. کسی که شب هم بستری کرده ولکن هنگام صبح بیدار شده که نمازم قضا شده و ساعت 8 و 9 روز است، یعنی در حالت جنوب، یعنی جنابتش به روزش ضرری نداره، برای غسل بکند، روزش درست و صحیح است. 5. کسی که از خمیر دندان یا مسواک در ماه مبارک رمضان استفاده می کند، اما متوجه باشه که در گلونش فرو نرود. 6. استفاده از عطر، سرمه چشم، روغن مو، کریم دست و صورت هیچ ضرری برای روزه ندارد. 7. غسل کردن یا حمام کردن، آب بازی کردن هیچ ضرری برای روزه‌دار ندارد. 8. استفاده از پیچکار در صورتی که تقویتی نباشد اشکالی ندارد. 8. جوانان که همسر دارند، بغل کردن همسر، بوسه زدن همسر، دست دادن همسر، کنار هم خوابیدن در صورتی که به نفسش مطمئن هست که کدام خرابی نکند در صورت اشکالی ندارد، یعنی روزش درست است. 9. آرایش کردن خانم ها در ماه مبارک رمضان، آرایش کردن به روزه ضرری ندارد. 10. سحری نخوردن، بدون سحری روزه میگیرد، روزش درست است، هیچ اشکالی نداره.